در کنفرانس بین المللی در دوشنبه یکی از ناطقان اصلی نشست هدایت بیشچویچ رهبر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت یکی از منبع‌های سرایت افراطگرایی به کشورهای منطقه به خصوص به تاجیکستان افغانستان همسایه است که ناامنی در آنجا گسترش یافته است. ما در اتحادیه اروپا آماده هستیم خودمان هم تحقیق کنیم و مکالمه با حکومت تاجیکستان را شروع کنیم و برای رسیدگی به تهدید تندروی و اکستریمیسم زمینه فراهم سازیم. مقامات رسمی تاجیکستان از جمله نماینده دولچستان کل افزایش خطر افراطگرایی مذهبی در کشور را اعتراف کرد و مهاجرت را یک منبع دیگر پهن شدن تندگرایی خشونتبار و از جمله به صف گروه‌های افراطی به مثل گروه دولت اسلامی نامید. تقریبا 90% شهروندان تاجیکستان که به صف گروه‌های اکستریمیستی پیوستند از طریق اینترنت به این گروه‌ها جلب شدند. پرونده‌ها نسبت به شهروندانی که در جنگ‌های سوریه و عراق از طرف سازمان‌های تروریستی می‌جنگند نشان می‌دهد بیشتر از 85% آنها ضمن مهاجرتی کاری به چنین گروه‌ها جلب شدند. مقامات میگویند تاکنون بیشتر از 1000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند و ممکن است بعضی آنها به کشور برگردند و در داخل غایه‌های افراطگرایی‌شان را ترغیب و یا خرابکاری کنند. در همایش حامیان حقوق بشر از دولت تاجیکستان خواستند ضمن مبارزه با افراطگرایی حقوق مردم را پایمال نکنند. هر یک شخص مقامدار باید که حقوق و آزادی انسان را قانونگذاری جمهوری تاجیکستان را رعایت کند. همایش راه‌های حل تندگرایی و افراطگرایی از نظر آسیای مرکزی در چهارچوب هفته اتحاد اروپا در تاجیکستان صورت گرفت. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی دوشنبه.